هلیا هستی خانم رمضانی. خانم رمضانی اسم میکنم دوست پسر داره، نمیدونم چرا. نه خانم رمضانی دوست پسر نداره. خانم رمضانی اسمش رمضانه. رمضانه؟ اسمش یکم نکته‌ایه. خیلی خطرناکه واقعا اسمی که رمضان باشه. یکم آره. اسمش یه نمه سنگینه، یکم کلفته اسمش. خیلی حد بزن اسمش چیه؟ خوبه گفتم نکته داره. نکته نمیدونم، تو بگو. اینقدر عاطفه است. آره. خسته ای نه؟ آره شبکار بودم. شبکار چیکار بود؟ چه خبر؟ چیکار کردین قربونت؟ سلامتی؟ من بیمارستان پرستاریم؟ شیفت. عاشق پرستارم گفته بودم. یعنی اگه رگمن کم آوردین، خونمون کم آوردین، نمیدونم خواستین آزمایش چیزی کنین، من هستم. اصلا مثل موش رگتو میدی؟ رگمو میدم، دستمو میدم، پامو میدم، سرمو میدم، همه چی میدم. مثلا با چطوری بچه‌ها عزیز، خیلی خوش اومدید به چنل مهدی اسماعیل. اومدیم با یه ویدیو خفن. Let's go! اومدیم با یه ویدیو خفن بسیار نابی. برین حتما ویدیو ببین، قبلش لایک، ساب، کامنت فراموش نشه. دوستتون دارم، پر انگیزه و انرژی باشید، مراقب خودتون باشید. فعلا ادیوس. برید لذت. سلام. سلام. چقدر شبیه پاد بود دستت بود. چی بود؟ پاد؟ موز بود؟ موز صورتی داریم تازگی ها؟ بله. به به، رنگ مورد علاقه. خوب هستین شما؟ من نگفتم به خدا احساسش توت فرنگی موزه. من میگم دیگه، من گفتم شبیه پاد و ویپ و اینا بودا. حالا چرا یه سوال دارم، چرا از این قسمت پایینتون گرفتین؟ من خوب تمرکز ندارم، از قسمت بالاتون بگیریم. ای وای. دور کیه دادم؟ گرفتم. خب یکم حداقل خود میرفتی عقب‌تر وای میزدی. خب آها ببین دارم ادیت. چی میکنی؟ دارم ادیت. چی کاره ای؟ من عکاس. به به، عاشق عکاسم گفته بودم. ببین نه. از یه پسر قد بلند 196 دوست نداری عکس بگیری؟ نه تو کادرم جا نمیشه. توف توی دنیا کنن، این دنیا دیگه ارزش نداره، خدا شاهده. اسم چیه عکاس؟ من دیانا خطرناکن. ایناست که 3 تا داداشی دارن و 12 تا دوست پسر رو نیمکت گذاشتن. جایی که خطرناک باشن. چی شده؟ میگم مثلا از دیاناها جای نام برده شد اصلا بخوام خطرناک باشن. والا حقیقتا دوست دختر رفیقم دیانا بود، بهش خیانت کرد، رفت افتاد با اونی که میگفت این داداشیمه. اسم چیه؟ من اسمم مهدی. حقیقتا چیزی بگم مهدی ها کلا پسره خوبه، تازگی ها بگیرم شدن، یعنی کلا میرن با هر کسی میگیرنش، نمیدونم چرا. من بگیر شد. مهدی بود متاسفانه جدا شدیم. قبلی بود یعنی اکستون بود یا نه قبل از اون بوده؟ آها گرفتم. بعد چند وقت باش بودین که نشد؟ 4 سال. 4 سال جام جهانی بوده مگه با هم دیگه ساختین؟ بابا جنگ جهانی کلا 3 سال طول کشید. 3 سال و نیم. 4 سال تو چجوری با اون ساختی؟ مهدی ها نگیرن. نه اون مهدی نگیر المؤمنین بوده دیگه. کیا بگیرن؟ یعنی ما بقیه میگن یعنی 99% بگیرن، اون 1% شانس بعد شما تو زرد در اومده دیگه. اون احتمالاً امیر مهدی بوده. به خدا. من خود مهدی ام، یعنی انقدر پسر خوبی ام، انقدر پسر خوب. ببین یعنی قبلی رفته بود جادو جنبل میکرد که من بگیرم. بابا جادو جنبل کرد. یعنی اینا اصلا دعا نویس میرن، دعا نویسن این صحبت ها از اینا. که نگیریش. نه که بگیرمش. نگرفتی؟ نه دیگه دیدم جادو جنبل کرده، رفتم جای شما خالی، رفتم گذاشتم زمین، وایسادم سر پا، بعد چیزش کردیم، باطلش کردیم. بعد شما کدوم شهر بودین؟ من بروجرد خراسان جنوبی میشه؟ رضوی میشه.
شمالی میشه. کجا میشه؟ گلستان؟ لرستان. لرستان. بابا آخه میدونی کجا رفیق اون دور مورد داری صحبت میکنی نمیفهم چی میگی. نه این نزدیک هم زیاد نه، زیاد نمیای نزدیک تمرکز منو به هم میزنی، نمیتونم خوب نگات کنم. آره همون خب. الان چند وقت شما سینگلی؟ چیز عجیبی پرسیدم. دیروز بعد از ظهر به تا خاطر الان میادم که یادم میاد یه زمانی بود. دیروز بعد از ظهر تا الان مثلا کسی بدون پی ام نداده. بعد از پی ام شد. بعد دایرکت شما دختره چطوریه؟ پر اول موله؟ من ندیدم دایرکت. تا دلت بخواد. نه بابا ببین اون معلومه از زهرانام یا زهرانام بسیار اجتماعی. مبینا هست. شیما؟ مبینا. مبینا. باش مبینا. اینقدر اینجوری نکن. عاطفه است مگه اینجوری میکنی؟ میگم مبینا. مبینا. بله مبینا هم قشنگن. مبینا دختره خوبی بودن آخرین بار. نمیدونم. برعکس دیانا که اسمشون تازگی بد داره. قد هزار تا پنجره. چطوری؟ قربونت. 2 نفرین؟ 3 نفرین. ببین از این مینی جد پر از سیبیل یهو بخوری به 3 تا خانم انصافا شانس آوردیم. خوب هستین شما؟ اسم میگم خوابگاه چیه؟ چه انقدر پتومتون دور و بره؟ جریان چیه؟ بابا یه بار حالا اینقدر به هم ریخت بس همه به من گیر دادن. اون پشت اتاق تخت من. شماست؟ الان واسه چرا یکیتون جلو دوربینه ما بقیه پشت صحنه، عوامل پشت صحنه؟ ما لباسمون مناسب نیست. آها منشور. خیلی بهتر که همون واسیدین پشت دوربین. خوب هستین شما؟ مرسی. اسم این بانو اسم میکنم زهرایی، مریمی، نمیدونم زینبی، چیزی باید باشه. اگه فال میگیری خدا بذار من اسم خودم و مادر پدرم رو بگم واسه فال بگیر. نه بابا من فالگیر نیستم ولی بهش میخوره این اسم رو داشته باشه. زهرا، فاطمه، لیلا. زهرا بودی نه؟ دیدی اصلا قیافه زهرا این میمیک صورتشون کاملا متفاوته با بقیه. یعنی نگاهشو میکنی که این زهراه دیگه، این خود زهراه. زهرا راست میگن زهرا یکم چیزن چی رو توضیح بدم؟ اجتماعیان؟ اصلا شب آتیش بازیه چشمای تو یادم نمیره. دوست دختری من داشتیم اسمش نازی باشه. سلام. به به خوبی؟ پرایده؟ سیگار کشیدن جلوی پلیس جریمه داره. نه بابا جدی 100 تومن فکر کنم جریمه‌اش بود یا 200 تومن دقیق نمیدونم. آره پلیس اینجا سلام. ولش کن یه سلام کن به آقا پلیس. سلام کردیم رفتیم. سلام کردی. الان یه سوال اگه اون واسه جوابتون رو داد اون آقا پلیسه؟ چی؟ آقا پلیس جوابتون رو داد؟ نه. آقا پلیس اول نبوده. باری کلا بین آقا پلیس. باری کلا. خوب هستی شما؟ شما خوبی؟ قربونه درآمد. کجا دارین میریم؟ ما عجله داریم گاز میزنیم برسیم. ما داریم میریم رامسر. به به رامسر. ما ویلا داریم. چقدر جالب. رامسر ویلا داریم؟ بله. بغل دست ساحل هم هست اتفاقا. کجای رامسر؟ نه ما آقای آزارا رو فقط میشناسیم. بابا آزارا رو ولش کن. ببین به هر جای رامسر بگی من رو میخوام خب اصلا راهنماییت میکنم کجاست. بگو من میخوام بغل بگو من اینا کنارش یا خود منو برسونی. دقیقاً بغل دست بازار مایی. آقای میشناسی؟ چیز یه لحظه. یکی دیگه پشت در اومد پشمام. از کجا در اومدی؟ این یکیه این دومیشه. ببین دو دستی فرمون گرفته و تمرکز داره میکنه خانم راننده. قشنگ مشخص. چی؟ بابا گوشات سنگ میگن دو دستی فرمون گرفته دوستت. آره بابا صدات نمیاد دیگه. خب چیکار کنم؟ یکم این بغل بزن بالا. بغل بزن بالاه. الان نمیشنوی دوباره. بغل بزن بالا. بغل چیه؟ بغل گوشیتو دارم چی میگم. کنی؟ اسپیکر گوشیتو یکم آره. میشه بده بالا. خب بردم بالا. خب صدات نمیاد. الان خوبه. بعد الان خوبه. شیشه رو بدی بالا بهترم میشه. اینقدر کله نکنی بیرون. حالا قدت چند دیانا؟ 2 سانتیمتر. نه 2 سانتیمتر که قد حساب نمیشه دیگه. ولی خب 2 سانتیمتر. نه جدی چند؟
160 مثلا 5 6. بعد یه 165 6 به قول خودت قد ایدئال واسه اینجور دختری چند حساب میشه؟ مثلا دوست پسرش باید قدش چند باشه؟ دختر ایدئال مثلا قدش 175. نه دوست پسرشو دارم میگم واسه یه دختر 160 آره واسه تو مثلا قد ایدئال چند باشه؟ بهتر. یعنی مهم نیست؟ نه دیگه از هم قد خود طرف مثلا از همون قدی که من هستم انقدر بلندتر باشه اوکی. انقدر که چیزی نمی نظر من، انقدر جوابه، انقدر که اصلا از انقدر بالا اوکیه. یعنی اگه 196 هم باشه مثلا شما اوکی باش؟ خب دیگه اونجوری پیشونی میخوره تو نافش. خب چی بهتر؟ نه یعنی یعنی به نظر من شما میتونی بری با اون دوست پسرت پوز بده ببین یکا چقدر تیر و برقی مثلا رل خودم کردم اینطوری گرفتی؟ آره از این زاویه نکته مثبت بهش فکر کن. داشتم یکی اینجوری خب بعد آجی گفت چیه انگار نرده بود رفته تو. کی گفت؟ خواهرم. خواهرت. یه خواستم یه چیز بد بگم نه خواهرت صلاح دونستن. خواهرت چند سالشه؟ یه لحظه بود رضا فرشته رو ازش چند سالشه؟ نه جدی خواهرت چند سالشه؟ متولد 76. چند میشه؟ 26 7 میشه درسته؟ بعد اون دوست پسر اینا نداره؟ ازدواج کرده. خوبا زود میرن. ببین مثلا مثل تره بار میمونه دیدی مثلا میوه‌های خوب و صبح میبرن اینجوریه. دختر خوبم زود ازدواج میکنن. عدد موز کال چولیسیده یه تلاسی. نه شما هندونه میخوره باشون. والا به خدا. حالا اینا رو ولش کن. آره اسم خودت چی بود الان؟ هلیا هستی خانم رمضانی. خانم رمضانی اسم میکنم دوست پسر داره نمیدونم چرا. نه خانم رمضانی دوست پسر نداره. خانم رمضانی اسمش رمضانه. رمضانه؟ اسمش یکم نکته‌ایه. خیلی خطرناکه واقعا اسمی که رمضان باشه یکم آره. اسمش یه نمه سنگینه یکم کلفته اسمش میدونی یعنی اسمش خیلی کشیدن سنگینه. خیلی خیلی سنگینه. خیلی حد بزن اسمش چیه؟ اسمش وایسا سکینه مثلا سکینه رمضانی مثلا. سکینه مکینه نیست بابا. سکینه بود که اصلا سر عوض کرد. اولشو بگو تا حدس بزنم. نمیشه. اینه این و دوله نه خیلی خنگی. بابا این آخه اسم دختر خوبه گفتم نکته داره. نکته نمیدونم تو بگو. داره. اینقدر عاطفه است. آره. دیگه اینقدر گفتی من فهمیدم کیه. خانم رمضانی خطرناکه. اسم خودت چی بود گفتی؟ آره دیگه این همون عاطفه است. همونه دقیقا. اسم خودت چی بود؟ هلیا هستی که یکی یه نمه خطرناکه. هلیام که اسم میکنم سه تا دوست پسر داداشی داری قشنگ. یا وایسا چی؟ میگم هلیا اسم میکنم سه تا داداشی ماداشی داری. اینا هستن میگه این رفیق فابم اون یکی داداشیمه نمیدونم یکی واسه دورم اینا نداری؟ خواهرم داشته باشم چی میشه؟ نه چیزی نمیشه. میگن کلا هلیا اینجوریه چیزی نمیشه. چرا میخواد بزنی منو؟ من فقط شر میکنم. هلیایی که شره. آره غم میکشی. غم تایلور داشت مثلا اینا. سری قبلی باز نشده بودی الان باز شدی. خوبی؟ سلام. ببین حس میکنم از اونایی که همش دست دکمه نکسه داری میگردی دنبال یه نفر مفید بگردی نه اینجا خیلی بی تربیت داره. قبول داری؟ آره. ببین انقدر که من دم و دستگاه اینو دیدم دم و دستگاه خودم خدا شاده ندیدم. خوب هستی شما؟ مرسی شما. فدات شم. این آستین چی؟ نه این سرشونت افتاده فکر کنم. این
لباس سرشونش افتاد یا همین مدلش اینجوریه؟ چطوری هست نه مدل لباسم. مدل اینجوریه؟ چه عجب مدلی داره. خوب است. اسمتون چیه بانو؟ نه شهرزاد. شهرزاد. چه قشنگ. اصلا دوست دارم قبادت شم به مولا. عزیزم اسم میکنم شما 18 19 سالتونه، زیاد نمیخوره باشین. چطوری اشتباه فکر میکنی. یعنی بالاترین؟ شما چند سالته؟ اگه تونستی حدس بزنی من چند سالمه. شما فکر کنم متولد 78 یا 77 باشی. نه یکم بالاتر. 76 یکم دیگه. 75 74م. 74ی؟ آره به میخوره. نه خوب خوب موندی. موندم خدا رو شکر. به این دوست دختر آره. بد نداشتم خدا رو شکر. قربونه. خدا شما رو شکر. چندی؟ فداش شم فداش شم. 73 هم. نه بابا تو خیلی بهت نموندی. تو سرکه خوابوندن چطوری هست؟ باید واسه آیت الکرسی بخونم دیگه. به قرآن باید واسه آیت الکرسی میخوندم. چش نخوری شما بانو. حیف بلد نیستم وگرنه واسه میخوندم. شرط خسته ای نه؟ آره شب کار بودم. شب کار چیکار بود؟ چه خبر؟ چیکار کردین قربونت؟ سلامتی؟ من بیمارستان پرستاری؟ شیفت بود. عاشق پرستارم گفته بودم. یعنی اگه رگ من نه. کم آوردین، خونمون کم آوردین، نمیدونم خواستین آزمایش چیزی کنین، من هستم. اصلا مثل موش رگتو میدی؟ رگمو میدم، دستمو میدم، پامو میدم، سرمو میدم، همه چی میدم. اصلا کلا کلیه مالیه چیز کم و چه کسی ماهی نداره. هستی؟ من مهر. خیلی مهربونم. چند مهری؟ من 20. تولدت مبارک. قربونت فدا مداد شم. تولد من کادو زیادی نمیخوام. من خیلی آدم به صرفه ایم. بگو چی میخوام اگه تونستی حدس بزنی. آیفون؟ نه بابا آیفون که دارم یه دونه دیگه، ما بقیش آنتن نمیدی بعد از اون به درد نمیخوره. چی؟ چه شماره باشه کافیه. یه پرستار مثلا خوبی هم باشه. من نمایشگاه می‌پرسی دارم. من این چه خانم ماهیم؟ پرستار، من اسم میکنم شما آذری باید باشی. چی شد؟ نه منم مهرم. نه بابا این دیگه تفاهمی ها. تفاهم از اینجا حالا شروع بگو شد. چنده مهرم. بگو که رد شده انشالله تعالی. من دیروز تولدم بود. آه خدا رو مبارکه مبارکه. دیروز بود تولدم. مبارکه اصلا مبارکه. چی کادو گرفتی؟ بهترین چی بود؟ هرچند بهترین کادو خودم هم فقط. بهترین کادو چی بود؟ چی بود حالا؟ بهترین کادوم همشون خوب بودن. مثلا بهترینش که دیگه مثلا خیلی سورپرایزت کرد چی بود؟ سکه بود. نه بابا طرف کی داد؟ بابام. آها بابات داده. فکر کردم گفتم کسی دیگه بوده. خواستم غیرتیش هم میده عصبانیش هم کنم. نه ولش کن. صلاح دونست. آره چون آدم غیرتی هم خیلی حساسم گفته بودم. بعد جالب نیست تو 20 مهری من 21 مهرم. ببین من میگم این قسمت دیگه. وقتی من میگم این قسمته یعنی چی؟ یعنی 0 900 و چند اینجوری. این نکتهش اینجاه. نقطه تحقیق. آره دیگه خدا بگو ببینم الان آخرین چیزی که داشتی، آخرین ریلی که داشتی سر چی باش کات کردی؟ خیانت کرد ها؟ آره خاک تو سرش. چجوری به این یعنی به این بانو خیانت کرده؟ توفون شرفش. خیانت عکس یه دختر دیگه دیدم توی گوشی خودش خیانت عکس خودشو دیدی؟ یه دختر من توی بودم گوشی. عکس ننشم با مردای غریبه میدیدم. اصلا چه معنی میده عکس خودش با یه کنار یه دختر غریبه؟ خاک بر سرش کنم. ببین هر چه سیب خوبه دست خره، هر چه انگور خوبه دست شغاله. من نه والا خدا داره طرفداری میکنه هم داره با
تمام نه نه میدونی چیه؟ ببین تو سیب خوبی که دست خر بودی دیگه، یعنی این سیب خوب خر گاز زده. اینجوری واسه توضیح بدم. من دهنی هم یعنی نه دهنی که نیستی، دهنی حساب نمیشی گاز دیگه. گاز زد. حالا گاز زد یا گاز نزد؟ نه گاز نزد. خدا رو شو خیالم راحت شد. ببین قلبم داشت هرچی گاز میزد اینجوری همین دیگه، اگه گاز میزد میمون دیگه، این خریت رو نمیکرد. سنگی کردم بنده خدا رو دندونم هست. بنده خدا اصلا فکر نکنم لیاقت داشته باشه گاز زده. همون لیاقتش ولی همون یکی بود. بگو. در قد که میخوای بگی همون شخص مثلا من کنارش کفش پاش که بلند میپوشیدم ازش بلندتر میشه. خاک تو سرش کنم. ولی ببین تو شیرین انتخابش کردی. دوانیست رفته بود فکر کنم. نه نه چیزی نمینداخت گردنش، از این مربع شکلا نمینداخت گردنش یه دوهای چیزی مثلا توش بوده باشه. منطق. تهران، شما تهران تشریف دارین یا نه؟ من نه تهران نیستم، آخ شانس ما رو. کجا هستین؟ من شیرازم. عاشق شیرازم. اصلا یه پام قراره شیراز باشه، یه پام قراره تهران باشه. اصلا خانه خیلی دومم لطفا. قراره خانه امید باشه، خونه بخت باشه، خونه خانومم باشه. اصلا شیراز. کدوم سمت شیراز؟ آره شوخی کردم، تهران. آره ریدم. نه ببین من عاشق تهرانم. گفتم شیراز کی میخواد بر دور شیراز. همین تهران برای دستمون عالیه. والا تازه خواستم یه دونه شعر بخونم، دیدم نه دیگه از شیراز در اومدن دیگه شعر نمیخونم. آره چقدر پسر خوبیم. پسر ایدئالتون چجوری پسریه بانو؟ بگیم ما در جریان باشیم. الان مخم کار نمیکنه، مخم گزیدن. زیاد بیدار موندی نه؟ آره. ببین من از ایدئالیام بگم، یعنی از پوینت‌های مثبتم بگم. اگه اوکی بود بگین همین اوکی. قدم بلنده؟ قد بلند مد نظرتون هست؟ چند قدت؟ 196 خدا رو شکر. یه پارچه آقا. همین کارو جمع کرد. به نظر من دیگه نریم سراغ پوینت‌های مثبت بعدی. نظرتون چیه؟ بعد از شب حضور ما از بچگی رو پا خودم وایسادم، پول ددی رو نگرفتم. اینم از این دیگه. از شب حضور سینگلم، 8 ماه سینگلم دیگه. کاروبارم خوبه، یعنی کاروبار میکنم. اینا نیستن خیابونو متر میکنن یا رو فرش میشن تلویزیون نگاه میکنن. اینا نیستم دیگه. مجردم که هستن دیگه. همین دیگه. چه پوینت مثبتی میخواد؟ زیبا و خوب سخنم هستن، خوش سخنم هستن کلا. آره قشنگ. در نوع خوش بیانم گویم سخن فراوان. اصلا ببین شما حالا پوینت مثبت رو بگو. شما پوینت مثبت رو بگو ما ببینیم. من شهرزادم. به به خوشبختم. 30 سالمه. به 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 به. مثل قرمه سبزی میلا، مثل قالی کرمونی. پرستارم. بله بله. چقدر قشنگ. چقدر قدم 180. عاشق قد بلندم. خب وزنم 60. به به. توپارم که هستی. خب قدم 180 وزنم 60 تو پرم. نه گوشم کیپ شده یه دقیقه. من اصلا چشات داره اینجوری نگاه میکنی اصلا تمرکز ندارم شهرزاد جان. نیست چشاتم رنگیه دیگه درسته یا لنزه؟ نه رنگی. رنگیه. به به. اینم یه پوینت مثبت دیگه. این یه پوینت مثبت. البته میگن چش رنگی ها وفا ندارن. اینو میگن. آره راست میگن. یعنی الان شما بی وفایی؟ آره. از اینا تنوع طلبم هستیت من. آره. بعد شد که معامله به هم خورد اینجوری. ناراحتم کردی. رفتیم تا پای خاک بر سر قولنامه و کافر. سند اصلا به درد نمیخوره دیگه.